درود بر شما. من پیمان فضلی هستم، مدرس ریاضی با 34 سال سابقه آموزش. من ریاضیات رو فقط به عنوان یک درس نگاه نمی‌کنم، بلکه ریاضیات رو به عنوان حل یک مسئله نگاه می‌کنم که به ما راه منطقی رو یاد میده که بتونیم از پس مشکلات بریم. بسیار از دانش آموزان در مقاطع مختلف آموزشی دچار چالش هستن تو حل مسئله و به خاطر همین میگن ریاضیات سخته و قابل فهم نیست یا ریاضیات پر شده از فرمول‌های بی ربط. ولی این کاملا غلطه. علت اینه که شما فقط درس رو به طور اصولی و مفهومی یاد نگرفتید و وقتی درس رو به صورت اصولی و مفهومی یاد نگیرید و نقشه راهی برای حل مسئله نداشته باشید، قطعا موفق نخواهید. کلاس‌های من متفاوته. در کلاس‌های من ساختار آموزش بر اساس منحنی آموزش و متد اختصاصی مهندسی حل مسئله است. یعنی مطالب درسی رو از 0 تا 100 تسلط تعاریف و مفاهیم رو خدمت شما خواهم گفت و به شما یاد میدم بر اساس مهندسی حل مسئله که چگونه مسئله رو فکر کنیم روش، خرد کنیم به اجزای کوچکتر و برای اون مسئله راه حل متناسبی رو پیدا بکنیم. فرق نمیکنه در چه مقطعی هستی. اگر به دنبال نتیجه گیری در ریاضی هستی، کلاسای من مخصوص شماست. اصلا مهم نیست چه پایه ریاضی داری. من کلاسام بر اساس سواد شما تنظیم میشه. خیلی خوشحال میشم اگر آمادگی رو داشته باشی در کلاسام ببینمت. با امید دیدن شما در کلاسام. سالم، سلامت، شاد و پایدار باشید.